از محبوبیت شما بسیار شاد شدیم. من بسیار میخواستم که همون روزی که شما اولی بار قدم رنجه کردید ما با شما گلدسته دادیم، آن حسی که شما را فرا گرفته بود در زمین تاجیکان چند سخن بگویید عرض بدارید. من خیلی خوشحال هستم که برای اولین بار اومدم به تاجیکستان و سالهای سال بود که شنیده بودم که واقعا مردم تاجیک خیلی علاقه دارن و وقتی که اومدم اینجا از نزدیک دیدمشون، دیدم اون چیزی که میشنیدم و اون چیزی که دیدم واقعا هر دوش یکی بود و خیلی خوشحال هستم که اومدم به تاجیکستان و امیدوارم که باز هم اینجا بیام برای مردم تاجیک بخونم. در هوای سرد تاجیک شما در زمستون تشریف آوردید، باور کنید هوای محبت تاجیکان یک گرمی تازه فرا گرفت. از این ما خوشحال هستیم. میخواستم که شما بگویید که چرا برنامه شما بیشتر از عشق فرا گرفته و سرود اولینی که شما پیشنهاد کردید در وصف عائله خویش بود. برای اینکه ما ایرانی ها همیشه با عشق و محبت زندگی کردیم و با امید زنده هستیم. اینه که با عشق و محبت هم فکر میکنم که چون ریشه تاریخی با هم داریم، اینه که شما هم همین حالت رو نسبت به ماها دارید و با عشق شروع میکنیم، با عشق هم ختم میکنیم و با محبت هم بین برادرای تاجیکی و هموطنای ایرانی ما که برادرای ایرانی هستن امیدواریم که همیشه این رابطه باشه. ممنونیم. درباره عائله خویش، زندگی خویش چند سخن عرض بدارید. من 15 سالی که ازدواج کردم، همسرم هم ایرانیه، یک دونم دختر دارم که 11 سالشه و همه اینا الان در لس آنجلس زندگی. تشکر. ما فهمیدیم که شما در خانه موزه یک نفر هنرمند ما گرمین زبخبی بودید. بله. تاثیرات خویش را بگویید. خیلی عالی بود، خیلی خوشم اومد که یه چنین هنرمندی سالهای عمرش رو زحمت کشید اینجا و رفته گشته و تمام سازها و ابزار طرب تاجیکی رو مال شمالش و جنوبش و مال تمام دهات رو پیدا کرده و اینجا جمع کرده برای مردم که امیدوارم که این موزه خیلی نفیسی باشه برای مردم تاجیک بعدها در سالهای آینده و قدر این موزه رو و این مرد رو باید بدونن. بسیار سرفراز هستیم. نام اسم شریف شما حسن است. حافظ ما حسن حیدر همیشه در پهلوی شما بود. من نظر می‌آوردم در طولی که شما اینجا مهمان بودید. وقتی که شما به لس آنجلس می‌روید چه تاثیرات از تاجیک و تاجیکستان می‌برید؟ ما فقط جز محبت، صفا، دوستی، یکرنگی چیز دیگه‌ای رو به خودمون اینجا نمی‌بریم. تشکر. بیهوده شاعران ما نمیگویند که از قدوم دوستان روشن شود کاشانم، خانه فانوس است و مهمان شم و من پروانه. ستار شمع ما پروانه. ما همه پروانه. تشکر. تشکر. سلام.